سال 26 هجری قمری، سرزمین شام، تولد یک نوزاد. در خانواده مشهور از اعیان عرب با سابقه طولانی در دشمنی با دین اسلام. چه کسی فکرش را می‌کرد که این چکیده ضلالت روزی میلیاردها انسان را در طول تاریخ عزادار کند؟ در ادامه به بررسی زندگی این ملعون می‌پردازیم. با ما همراه باشید. سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتان خوب باشد. لطفاً قبل از دیدن این ویدیو برای حمایت از ما این ویدیو را لایک کنید و با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش از ویدیوهای جدید ما مطلع شوید و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. بنی امیه یا امویان عنوان کلی طایفه از خاندان بزرگ قریش است که از سال 41 تا 132 هجری قمری، یعنی حدود 91 سال، بر سراسر جهان اسلام حکومت کردند. آنها به رسم آبا و اجداد خود افرادی جاه طلب و ریاست طلب بودند و همواره بر بنی هاشم یعنی عمو و عموزادگان خود حسادت می‌ورزیدند و مدام مترصد بودند که آنها را در موضع ضعف قرار دهند. در ماجرای جانشینی بعد از پیامبر، ابو سفیان که نتوانست به قدرتی دست یابد، به حضرت علی علیه السلام پیشنهاد داد تا علیه ابوبکر شورش کند که این امر با درایت امام علی محقق نشد. افزون بر این که بنی امیه همواره به بدنامی شهرت داشتند و از سوی مردم افرادی بیریشه و مشهور به طلقا یعنی آزاد شدگان بودند. این به آن سبب بود که پیامبر اسلام پس از فتح مکه به ابو سفیان پناه داد و خطاب به وی فرمود: اذهبوا فانتم الطلقا، یعنی بروید که شما آزاد شدگانید. در فهرست بنی امیه غیر از ابو سفیان افراد خبیثی مثل معاویه، یزید و مروانیان نیز دیده می شوند که هر کدام از آنها به تنهایی امتی را به بیراهه کشاندند و جفاهای زیادی علیه پیامبر و خاندان عترت و سایر مسلمانان تحمیل کردند. البته طبق گفته‌های ائمه و بزرگان دین اسلام، در هر دوره افرادی هستند که بسیار شبیه به آنان عمل می‌کنند، هرچند که ادعای دینداری و نمایندگی رسول خدا را دارند. ضروری است این افراد را بشناسیم و از آنها براءت بجوییم. بر اساس منابع تاریخی، ابو خالد یزید بن معاویه بن ابی سفیان در سال 26 هجری قمری در شام به دنیا آمد. پدر او معاویه فرزند ابو سفیان و مادرش میسون دختر بهدل کلبی بود. میسون پس از ازدواج با معاویه نتوانست زندگی در دمشق را تحمل کند و پس از جدایی از معاویه به صحرا بازگشت. بنابر احتمال منابع، او در این هنگام یزید را باردار بوده یا اینکه یزید شیرخواره بوده است. یزید کودکی خود را در قبیله میسون و در کنار مادرش گذراند. مردمان آن قبیله از قبایل حوارین در منطقه حمص شام با پیشینی مسیحیت در زمان پیش از اسلام و اهل فصاحت و شعر عربی بودند و یزید نیز تحت تاثیر آنان سخن پرداز و شاعر شد. بیشتر منابع تاریخی به روحیه شاعری و خوشگذرانی و شرابخواری یزید اشاره کردند. طبق نقل منابع، یزید خوشگذران و هوسباز بود، به صورت آشکار شراب می نوشید و در این کار زیاده روی می کرد. برخی صحابه پیامبر و نیز امام حسین به صراحت او را فاسق و اهل گناه خواندند. بلاذری او را نخستین خلیفه می داند که آشکارا شراب می نوشید. زنان خواننده و نوازنده را
نزد خود نگه می داشت و برای لذت بردن سگ‌ها و خروس‌ها را به جنگ همدیگر وامی داشت. او میمونی داشت که او را اباقیس نامیده بود و به او شراب می نوشاند و از حرکات وی می خندید. برخی معتقدند رشد و پرورش یزید تحت تأثیر عقاید مسیحیان تازه مسلمان قبیله میسون در تکوین شخصیت او مؤثر بوده است. آنان وجود مشاوران مسیحی همانند سرجون و اختل نصرانی در دربار او و سازش با رومیان شرقی را گواه بر ادعای خود می دانند. یزید فردی سخنپرداز و شاعر بود. دیوان شعر او نیز به چاپ رسیده و به زبان فارسی نیز ترجمه شده است. یکی از شعرهایی که پس از واقعه عاشورا از او نقل شده این است: جامی از شراب به من بنوشان که استخوان‌هایم را سیراب کند. سپس برگرد و ابن زیاد را چنین جامی بنوشان، همان که رازدار و امین من است و اساس خلافت من به دست او استوار گردید. مورخان نقل کردند در زمانی که معاویه یزید را با سپاه اسلام به سوی روم فرستاد، لشکریان جلو رفته و دچار آبله و تب شدند، ولی یزید با همسرش میان راه ماند. سرگرم میگساری شد و اشعاری چنین سرود: از تب و آبله‌ای که به لشکر رسید باکی ندارم، هرگاه در دیر مران در قرفه بر تخت تکیه داده باشم و در کنارم ام کلثوم باشد. وقتی معاویه در سال 56 قمری تصمیم به ولایت عهدی یزید گرفت، زیاد بن ابیه به او گفت: یزید انسان سستی است که به شکار کردن بیش از خلافت علاقه دارد و برای خلافت مناسب نیست. معاویه برای نشان دادن چهره مجاهد از یزید در سال 52 قمری او را با سپاهیان مسلمان به سوی روم فرستاد. همچنین مقام امیری حاجیان را به یزید داد تا وی را از شرابخواری باز دارد و از مخالفت‌ها علیه او بکاهد. به علاوه اینکه بیعت گرفتن برای یزید را تا پس از شهادت امام حسن به تأخیر انداخت. در صلحنامه امام حسن آمده بود که معاویه نباید کسی را جانشین خود کند و انتخاب خلیفه را به شورای مسلمانان واگذارد. به گزارش منابع تاریخی پس از شهادت امام حسن معاویه به صلحنامه وفادار نماند و به فرمانداران و کارگزارانش دستور داد به ستایش از یزید بپردازند و هیئت‌هایی از شهرهای بزرگ برای بیعت با یزید به سوی او روانه کنند. مردم مدینه بیش از دیگر شهرهای اسلامی با این بیعت مخالف بودند. معاویه به شاعران مخالف یزید هدیه‌هایی داد و نظر آنان را برگرداند. همچنین به مدینه سفر کرد تا از مردم بیعت بگیرد، ولی نتوانست امام حسین، عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن عمر و عبدالرحمن ابن ابی بکر را وادار به بیعت با یزید کند. مشهور است عبدالله ابن عمر درباره بیعت با یزید گفت: بیعت کنی با کسی که با میمونها و سگها بازی می کند و شراب می نوشد و آشکارا فسق می کند. عذر ما نزد خدا چیست؟ امام حسین علیه السلام نیز در مجلسی که معاویه و ابن عباس و برخی از درباریان و خاندان اموی حضور داشتند، معاویه را نکوهش کرد و با اشاره به خلق و خوی یزید معاویه را از تلاش برای جانشینی او برحذر داشت و به ابطال استدلال‌های معاویه برای جلب بیعت با یزید پرداخت. همچنین در مجلس دیگر که عموم مردم در آن حضور داشتند، یزید را شرابخوار و اهل هوا و هوس معرفی کرد.
پس از مرگ معاویه یزید به حکومت رسید. او نخستین کسی بود که برخلاف سنت خلفای پیشین به انتصاب از سوی پدرش و به صورت موروثی حاکم شد. بر اساس منابع تاریخی یزید در زمان حکومتش هر گونه مخالفتی را سرکوب می‌کرد. یزید در روز نخست نامه‌ای به حاکم مدینه نوشت و او را از مرگ معاویه مطلع ساخت و به او دستور داد که از حسین ابن علی و عبدالله ابن عمر و عبدالرحمن ابن ابی بکر و عبدالله ابن زبیر به زور بیعت بگیرد و هر کس نپذیرفت گردنش را بزند. امام حسین با یزید بیعت نکرد و به همراه خانواده و شماری از بنی هاشم از مدینه به سمت مکه رفت. کوفیان با ارسال نامه‌های فراوان امام را به کوفه دعوت کردند و امام به سمت آنجا حرکت کرد. یزید عبیدالله ابن زیاد را حاکم کوفه کرد و او توانست کوفیان را از اطراف امام دور کند. پس از پیمان شکنی کوفیان امام به سوی کربلا رفت. در آنجا در روز 10 محرم با لشکریان عمر سعد که از طرف ابن زیاد به فرماندهی منصوب شده بود روبرو شد. در این جنگ امام حسین و فرزندانش، برادرش عباس، 17 نفر از بنی هاشم و بیش از 50 نفر از یارانش شهید شدند. سپاهیان عمر سعد سرهای شهیدان را به نیزه زدند و به همراه اسیران به کوفه نزد عبیدالله ابن زیاد و از آنجا به شام نزد یزید بردند. هنگام ورود اسیران به شام یزید دستور داد شهر را آذین بندی کنند. او همچنین قصر را تعظیم کرد و بزرگان شام را به حضور طلبید. یزید در حضور اسیران سر امام حسین را در ظرف طلا گذاشت و با چوب دستی به آن میزد و این شعر ابن زبعری را تکرار میکرد: ای کاش بزرگانی از قبیله من که در جنگ بدر کشته شدند بودند شادمانی و خوشحالی میکردند و میگفتند ای یزید دست تو درد نکند. بنی هاشم با حکومت بازی کردند وگرنه خبری نیامده بود و وحی نازل نشده بود. از منابع تاریخی و روایی برمی آید که یزید ابتدا اسیران را در ویرانه بی سقف که به خرابه شام معروف است اقامت داد. پس از سخنرانی‌های امام سجاد و حضرت زینب آنان را به خانه نزدیک قصر خود منتقل کرد. یزید چندین فرزند از جمله خالد، معاویه، ابوسفیان و عبدالله و همسرانی به نامهای فاخته، ام کلثوم و ام مسکین داشت. او پس از 3 سال و 8 ماه حکومت در 14 ربیع الاول سال 64 قمری در 38 سالگی مرد. گروهی سبب مرگ او را مستی بیش از حد ذکر کردند. گفتند روزی در حالت مستی میمون خود را بر خری وحشی سوار کرده بود و در پی او میتاخت تا اینکه از اسب فرو افتاد و از دنیا رفت. برخی نیز میگویند بر اثر بیماری عفونت ریه از دنیا رفت. او را در دمشق دفن کردند. نقل شده است وقتی عباسیان بر دمشق مسلط شدند قبر وی را نبش کردند. یزید پس از پدرش معاویه 3 سال و 8 ماه حکومت کرد و در این مدت دست به 3 جنایت مهم زد. در سال 61 قمری واقعه کربلا را رقم زد. سال 63 قمری به مدینه حمله کرد که به کشته شدن هزاران نفر از صحابه و حافظان قرآن انجامید و به واقعه حره معروف شد. و در سال 64 قمری نیز برای سرکوب مخالفانش
به مکه حمله کرد و کعبه را با منجنیق هدف آتش قرار داد. اما دیدگاه گروه‌های مختلف مسلمانان درباره یزید چیست؟ دیدگاه شیعیان. واقعه کربلا موجب شد یزید به عنوان یکی از منفورترین شخصیت‌ها نزد شیعیان تبدیل شود. شیعیان یزید را مستحق لعن دانسته و بیزاری جستن از او را از ضروریات مکتب خود می‌دانند. در منابع روایی شیعه روایاتی از ائمه در لعن یزید و قاتلان امام حسین علیه السلام نقل شده است. در زیارت عاشورا عبارتی در لعن همه خلفای بنی امیه وجود دارد. افزون بر این در نسخه مشهور زیارت عاشورا با عبارت اللهم لعن یزید خامسا و لعن عبیدالله بن زیاد به لعن یزید تصریح شده است. اما دیدگاه اهل سنت در ارتباط با یزید چیست؟ گروهی از اهل سنت همانند احمد بن حنبل، ذهبی، ابن عماد حنبلی، ابن جوزی و ابن خلدون نقل شده که معتقد به لعن یزید هستند. ابن خلدون ادعا می کند امت اسلام بر فسق یزید اجماع دارد. ابن جوزی عالم اهل سنت به دلایل لعن یزید پرداخته و میگوید یزید علاوه بر این که احترام حرم پیامبر مدینه را شکست، برخلاف دستور پیامبر امام حسین را شهید کرد و پس از آن به سر بریده او و خاندانش بی احترامی نمود. عده دیگری از اهل سنت همانند غزالی لعن همه مسلمانان از جمله یزید را جایز نمی‌دانند. بعضی دیگر میگویند شهادت امام حسین به دستور ابن زیاد صورت پذیرفت و یزید به دلیل نسبتی که با امام حسین داشت و اینکه هر دو از قبیله قریش بودند راضی به جنگیدن و شهادت او نبود. تفتازانی نیز میگوید یزید مستحق لعن است، ولی برای جلوگیری از گسترش لعن به سایر صحابه نباید او را لعن کرد. به هر حال در هر دور کسانی هستند که به اسم خدا و دین و پیامبر بر خلق خدا ظلم می کنند و نامهای مقدس از جمله جهاد در راه خدا بر اعمال شرورانه خود می گذارند. بنابراین شناخت این افراد ضروری است. دوری از این افراد و در صورت فراهم بودن وسایل آن مقابله با آنها پیام امام حسین علیه السلام و مکتب عاشورا است. خیلی ممنون که این ویدیو را تا آخر تماشا کردید. اگر از این ویدیو خوشتان آمد این ویدیو را لایک کنید و با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش از ویدیوهای جدید ما مطلع شوید.